بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه. اینک ما درسای خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب المبادئ المفیدة في التوحید والفقه والعقیده، یعنی سرآغاز مفید آید توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله حق سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. شیخ میفرمایند: فاذا قیل لك من اول الرسل الى اهل الارض و من آخرهم، یعنی اگر تو را پرسند اولین رسول به اهل زمین و آخرینی و آخری آنها کیست، یعنی اما اولین پیغمبری که رسولی که الله سبحانه و تعالی به سوی مردمی که در روی زمین سکونت میکردند کی است و آخری پیغمبرها آخر رسولها کی است؟ فقل اولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم افضل الانبیاء نبینا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. بس در جواب چنین بگو: اولی آنها نوح علیه السلام است و آخر آنها افضلی پیغمبران پیغمبری ما محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم است. فبعثته اول العلامات الصغرى للساعة ويجب علينا الإيمان بهم جميعا. و فرستاده شدن او صلی الله علیه و سلم اولین نشانه های میدی قیامت است. فهمیدیم؟ و یجب علينا الإيمان بهم جميعا، و به همه آنها ایمان آوردن بر ما چه واجب است. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن أهل المحشر يوم القيامة. ودليل حديث أبو هريرة رضي الله عنه اسكي پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم در مورد اهل محشر چنین گفت درباره اهل محشر، کسانی که در روز قیامت الله سبحانه و تعالی با یارا جمع میکند. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. متفق عليه. پس به نزد نوح آمده چنین میگویند: ای نوح، تو اولین رسولان به اهل زمین هستی و الله تو را بنده سپاسگزار نامید. حدیث متفق علیه است. والدليل على أن آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تعالى. ودليل بأن که آخر آنها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم است سخن الله تعالى است: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولیکن رسول الله و خاتمی پیغمبران است. سوره احزاب آیه 40. وحديث ثوبان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. وحديث ثوبان رضي الله عنه اسكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم چنین فرمود: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أخرجه مسلم. و من آخرین پیغمبرانم و پس از من یگان پیغمبر نیست. این حدیث را مسلم روایت کرد. والدليل على أنه أفضل الأنبياء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. ودليل بأن که او افضل پیغمبران است، یعنی بزرگترین پیغمبران است. حدیث ابو هریره رضی الله عنه است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: انا سید الناس یوم القیامه. متفق علیه. من در روز قیامت سید مردمم. این حدیث متفق علیه است. والدليل على أنه أول علامات الساعة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. ودليل بأنك أولين نشانه هاي قيامت است، يعني نشانه هاي خرد قيامته.
حدیث سهل ابن سعد رضی الله عنه است که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود: بعثت انا والساعة هكذا و اشار باصبعيه متفق علیه. من با قیامت این طور مبعوث شده ام و با دو انگشتش اشاره کرد. حدیث متفق علیه است. یعنی دو انگشت چه نشون؟ الله این حدیث بعدی نمیفهموند. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنند که پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود: بعثت انا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى متفق علیه. من با قیامت مانند این دو مبعوث شده ام و انگشت اشاره و میانه را ضم کرد، یعنی دیگرش به نزدیک کرد. این حدیث متفق علیه است. فهمیدن؟ والدليل أنه يجب علينا الإيمان بهم جميعا ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا قول الله تعالى. ودلیل با آن که ایمان آوردن به همه آنها بر ما واجب است و کسی به یکی از آنها کافر شود به همه آنها کافر شده است. سخن او تعالی است. نعم سخن او تعالی است. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. رسول با آنچه از سوی پروردگارش به او نازل شد ایمان آورد و مؤمن ها هم به الله، فرشتگانی و کتابهای و به رسولانی او ایمان آوردند. ما میان هیچ که از رسولانش فرق نمیگذاریم. سوره بقره آیه 285. و قوله تعالی و سخنه تعالی است: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. همان کسانی که به الله و پیغمبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان الله و رسولانش فرق بیاندازند و میگویند به بعضی ایمان میآوریم و به بعضی را انکار میکنیم و میخواهند میان آن راه برگزینند. آنها در حقیقت کافرانند و برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده ایم. سوره نساء آیه 150. نكتفي. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.